به من پشت صحنه گفتن، منتها یه خورده جدی‌تر. حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم، شب همگی بخیر. خیلی خوشحالم که در جمع هواداران مجموعه زیبای شهرزاد هستم. باعث افتخار من. خسته نباشید میگم به همه بازیگرای عزیزش که دوستای بسیار خوب منن. ترانه نازنین، آقای شهاب حسینی، پریناز، مصطفی، آقای پاکیان، همشون. و خسته نباشید میگم به آقای فتحی نازنین، آقای امامی و آقای رضوی. بزرگان عزیز اینجا هستن. عرض ادب و احترام دارم به همشون. ما زیاد خیلی حرفی نداریم، امشب شب شهرزادیاست و من سعی میکنم که این فرصت رو در اختیارشون بذارم. فقط میتونم احساس خودم رو بگم در مورد مجموعه شهرزاد. سالهاست که قلبمون نمیتپه اونجوری، سالهاست که دلمون نمیلرزه برای عشق. من با مجموعه شهرزاد واقعا قلبم لرزید. یادم در گذشته تلفن که زنگ میخورد، اگر عشقی بود و معشوقه‌ای قلبمون هره میریخت. سالهاست که نداریم اینها رو و آقای فتحی خیلی ممنونم. من از بزرگ آقا ممنونم که بزرگ خانواده هامون رو یکم بیشتر احترام بذاریم و ببینیمشون چقدر نیاز داریم. و اینکه من هم جز اون مخاطبایم که دوست داشتم قباد به شهرزاد برسم.